السلام علیکم. سلام شما. سلام. خوش آمدید. خوش باشین. بفرمایید. سلامت. بفرمایید این طرف. خوب است. خیلی خوش آمدین. چی حال دارین؟ فامیل محترم خوبن؟ شما زنده و سلامت باشین. شما خوب هستین ان شاء الله؟ فامیل هم خوب. امرای آب و هوای سرد کابل. سرد است، سویدن هم سرد بود. بله دقیقاً. همونطور است. ولی خب باز تفاوتش این است که یک مقدار امکانات بهتر از نظر به اینجا در شرایط زندگی سخت‌تر. بله طبعا. خب باز وطن است. باز وطن است. بله. خب چی میخوریم؟ چای میخوریم؟ قهوه میخوریم؟ فقط یک چای ساده. باشه چشم. بسیار تشکر. زحمت کشید. خب چه سلامت زنده باشین. چه مصروفیت ها و کاربار انشالله که خوش میگذره. دور هستین از فامیل اولادای اینا احساس چی؟ بله والا مصروفیت ها خود زیاد است به افغانستان، ولی از اولادا طبعا دور هستم. اولادا سویدن هستن، بچه من دبی آمدن هست. بازور زودتر میبینم، ما یک بار میبینم، نزدیک است. بله دیگه هست میگذره. خوشحال هستین که میتونیم به افغانستان یک کمک کرد، خصوصا برای خانم ها یک پشتیبان هستین. نمی است. خانم موفق هستین. قسمی که ما شنیدیم همیشه کارهای بسیار خوب و دستاوردهای خوب داشتین و موفق هم می باشین. بعضی سوالای در ذهن ما هست که میخوایم بیشتر با شما آشنا شوم، ما آشنا شوم و بیننده های برنامه یک قدم هم امروز شما را از این صحبتی که ما شما داریم تماشا میکنن و میخواین بیشتر در مورد شما بفهمن، در مورد زندگی شخصی شما بفهمن. ای که خانم گیلانی چند سال میشه ازدواج کردن با مصروفیت هایی که یک خانم افغان داشته، مشکلاتی که داشته، چه قسم یک زن بوده، بالاخره چطور یک مادر بوده. اینا میره اگه خودتون به زبانتون برمون قصه کنین به نهایت جالب خود بود. بله که مدت های زیاد میشه که ازدواج کردم، چون یک خانم افغان معمولا 16-17 که میشه دیگه باید ازدواج کنه. ولی همه چیز خوب بوده و منتها یک مهاجرت ما از سویدن شروع میکنم که مهاجر بودیم، کار کردیم. شما خوب میفهمیم که سویدن کار کردن سخت است. ما از یک کارگر بودیم، شروع کردیم یک پرکتیکانت دیگه، ولی خوب بود، خوب پیش رفت با امید خدا. چندین شرکت، یعنی 4 دانه شرکت زدم به سویدن. شرکت های دارم همیاله سر پا استاده است، دخترم کار میکنن. 4 دانه دختر دارم، 1 دانه پسر. یک دخترم به سوئدی ادوکات میگن، بله لایر است. او یک شرکت من پیش از او است که او هم کار میکنه. یک دخترم دکتر است که همزمان دکترا خورم میگیره. یک دخترم حقوق بشر خوانده که به خیر میخواد و انفورمیشن سیکیوریتی میخوای بیای افغانستان با ما کار کنه. بله هفته بعد میای دبی که من میرم میبینیم، باز با هم میاییم. دختر کلان هم درس میخونه، هم کار میکنن. بچه من به دبی است، او هم کار میکنه، فروشنده چیز است، آبنمان تلفن به سویدن میفروشه از دبی.
ما یک مردم کارگر هستیم. خلاصر بگم. بله، آفرینتان است که شما طفلایی را که در بیرون از افغانستان در یک کشور اروپایی بزرگ ساختین و اونا علاقه دارن که پس دوباره بیاین به افغانستان کار کنن. خب به این معنی است که شما یک مقدار بیشتر کار کردین سرشان. میشه در این مورد بگوین که چطور مثلا این ذهنیت ها رو بهشان ایجاد کردین که اونا علاقه به این دارن که پس بیاین با قدر تحصیلات عالی که در کشور پیشرفته بعد دست آوردن دوباره علاقه. تعداد زیاد از افغانای را ما میشناسیم که یک مدتی که میرن اونجا حتی زبان مادری خود فراموش میکنن و صحبت نمیکنن. بله، فعلا هم یک دختر رو میخوای بیای با ما کار کنه که اسم تابان هست. البته به سویدن یاسمین بیشتر وقت میگن، ولی خود از خود رضایی آمد افغانستان دید، دوست داره به افغانستان کار کنه، خصوصا برای خانوما و برای حیوانات. زیاد دل سوخت و اینا میگه که شاید بتونم یک کمک شد، یک گوشه کار خانوما برای خودکفایی خانوما گرفت، یا که برای حیوانات زیاد دوست داره. میگه که بتونم با آینده یک کمک های یک پروژه درست کنم که از این مشکلات یک گوشه افغانستان نجات پیدا کنه. برای همین است. همچنین خود ما همین چیز است. ما کاروبار زیاد کردیم به خارج و داریم هم همین حالا کم کارا هست دیگه. شکر اونا سرپا هست میچله. میگم شاید بتونن یک کمک کوچیکی برای خانمای افغانستان ما هم بشیم که یک کار کرده باشیم. دقیقاً برداشتن یک قدم خودش کار است. مثل که ما همین پروگرام خود اسمش رو ماندیم یک قدم، به این معنی است که ما دم یک قدم میخوایم که حداقل چهره از افغانستان بر مردم بیرون از افغانستان و بر نسل که در افغانایی که جدیداً در کشورهای بیرون بزرگ میشن، اونا یک ترس از نام افغانستان دارن و اینا یک دید بسیار منفی دارن از افغانستان. با این قدمی که ما برداشتیم و با این قدمی که شما برداشتین، ما فکر میکنیم که خب حداقل یک کار شاید بتونیم انجام بدیم. ولی اگر کلی فکر بکنیم بالاخره اینمی یک قدم برداشتن یک کاری است که ما انجام میتیم. اینمی که شما اولین بار قدم برداشتین و بعد از اینکه در کشورهای آرام و آسوده و با داشتن تمام امکانات خیستین دوباره برگشتین آمدین به افغانستان، این خودش این قدم شما باعث شده که مثلا برای یکی از فرزندانتان یک ذهنیت ایجاد کردی. خب دقیقاً این کار ساده نیست. کسایی را میتونه بهتر درک بکنه، خانواده میتونه ایره بهتر درک بکنه که اونا در بیرون از افغانستان زندگی میکنن و اولاد تربیت میکنن و اونا اونجا درس میخونن و تحصیل میکنن. میتونه یک مثال بسیار خوب باشه. شما از فرزندانتان گفتین که ماشاءالله 3 دختر و 4 دختر و 1 پسر دارین که همشون موفق هستن، کلشون درس خوندن و کار میکنن. میایم سر از این که چند ساله بودین ازدواج کردین؟ من 16 ساله بودم. ولی یک دختر 16 ساله وقتی ازدواج میکنه و باز بالاخره تبدیل میشه به یک خانم موفقی که امروز اینجا شیشته، این دیگه یک قدم نیست، پشت کار است. بله طبعا پشت کار باید باشه. بله طبعا که مشکلات ها به زندگی هست، چون من چندین بار مهاجرت کردم. حالا ما نمیخوام از مشکلات ها زیاد صحبت کنیم، چون مشکلات ها چیزی هست که ما رو میرسانه، پخته میسازه. او مشکلات ها بود که من اینجا رسیدم. او مشکلات ها بود که به سویدن ما تونستم. شما میفهمین که سویدن هم بیکاری دارن، بیکار زیاد است. تعداد زیاد است. بله تعداد بیکار زیاد است. به سویدن من صدها کارمند دارم و داشتم. او مشکلات ها بود که ما رسون. ما مشکلات ها هیچ وقت شاورم قزنفر صاحب عادت داره از مشکلات ها میگه گلایه نکنین. مشکلات ها کسی بود که ما رسون. دقیقاً استاد بوده در زندگی برای ما. تمام این مشکلات ها استاد ما هست و خانم ها باید این فکر کنن. بی مشکلات زندگی نیست. دقیقاً اگر تسلیم مشکلات شدیم، خب به این معنی است که دیگه تسلیم شدیم برای ناکامی. پذیرفتن مشکلات، پشت سر گذاشتن مشکلات و بالاخره راه خود پیدا کردن، این خودش موفقیت بار میره. و این صحبت های شما میتونه الگو باشه برای او از خانمایی که امروز میگن خب من با مشکلات هستم، از من چی ساخته میشه. ولی اگر دقیق فکر کنیم چرا از هر کسی یک چیز ساخته میشه، یک استعداد دارن.
گفتین 16 ساله بودین ازدواج کردین. خب معلوم است دیگه که این سوال شاید بیجا باشه که بگویم که این ازدواج بر رضایت خود شما بوده یا فامیل. احساس میشه که خواست فامیل بوده. بله نرمال بود، همون شرایط همون وقت پذیرفته شد، همه چیز برای من این تو یک چیز عجیب نبود که ما بگم که نمیخواستم یا خوب نبود، خوشایند بود، چون همون شرایط همون ایجاب میکرد. از جمله خانمایی بودن که شانس آوردین که دستن خرد ازدواج کردین و مطابق میلتان زندگی. با آن که ما شما میفهمیم ولی میبینیم که این ازدواجایی که روزا دستن پایین از 18 سال است یا بیشترینش با خشونت ها مواجه است، با ناکامی ها مواجه است و مشکلات زیاد. مشکلات زیاد است. این چیز ما و شما میبینیم و همه جا میگن و به تلویزیون و اون مشکلات ها هست و من میفهمم بوده، زیادم دیدم، ولی خب مهمی است که با مشکلات مقابله کرد، اراده داشت. بله تصمیم گرفت. تصمیم گرفتن سخت است. از خانم‌ها اگر تصمیم بگیرن که از مشکلات نجات بیافن، راه حل را پیدا کنیم. ما و شما این راه نمیریم، حالا ما سر مشکلات صحبت کنیم، شاید ما و شما یک ماه اگر بشینیم صحبت کنیم مشکلات هست. دقیقاً وقتی میخوایم مشکل بگوییم باید یک راه حل هم برش نشان بدیم. بله مشکل راه حل دارد. ما مثل یک خانم، مثل از ما بگم یک دختر 16 ساله تا که حال یک خانمه که میخوام 50 ساله باشم، دنبال راه حل بودم هستم و میخوایم باشم. همین حالک هم مشکلات های زیاده دارم. ایتو نیست که من بی مشکلات باشم، شاید مشکلات ها بیشتر شده. دقیقاً من شنیده بودم از بزرگان میگفتن که خب بعض کسا شکایت میکنه ما طفلایم خورد است مشکلاتم زیاد است، ولی اگر دقت شوه هر زمانی که طفلا بزرگتر میشه مشکلاتشون هم باشون بزرگتر میشه. همونطور است. خانم گیلانی، من از لابلای صحبت شما دو دیدگاه متفاوت را پیدا کردم و قسم سوال به من ایجاد شد که خود شما در 16 سالگی ازدواج کردین و تشکیل خانواده دادین و دخترتان امروز 31 ساله است و هنوز تصمیم نگرفته که زندگی مشترک آغاز بکنن و شما جانبداری فوق العاده زیاد به هم نشان دادین که او میخواد با پای خودش استوار باشه و زندگی خود بسازه و خودش برای خود در زمانی که خواست انتخاب کنه. حالا برای این دیدگاه معرفی بکنین که یک دختری که 16 ساله شروع میکنه به زندگی مشترک چطور میتونه که اینقدر موفق باشه که مثل امروز شما هستین و بیایه به این یک دیدگاه متفاوتی که دخترشون امروز 31 سال است و به او خواست از اونا به این شدتش احترام میگذاره. این بر من تشریح کنین. اگر من خواسته باشم خلاصیر برای شما بگم که این گذشت از زمان است، سختی های دنیای تو میرسونه آدم که قبلا هم گفتم. زیاد مشکلات و سختی که میبینه خود ما و شما باز فکر میکنن که ها یک دختر یک بشر، یک انسان حق داره خود تصمیم بگیره. هیچ وقت من راضی نمیشم که یک دختر 16 ساله ازدواج کنه، در صورتی که من زندگی موفق داشتم، زندگی خوب داشتم، پشتیبانای خوب داشتم، به زندگی راحت بودم. ولی طبعا که یک دختر 16 ساله یک دختر خورد است، هنوز طفل است، او خانم نیست، نه هنوز طفل است. طفل است. بله. ولی خب با مو شرایط تقاضا امیر میکرد. من هیچ وقت گله از مادر پدرم نمی کنم چون اون شرایط خب جا نداره گله کنه آدم. خب ولی مشکلات خود فوق العاده داره. مشکلات فوق العاده هست و مهمی است که شما چطور میتونین مقاومت کنین با مشکلات ها، میجنگین، مشکلات ها رو پس میکنین، از مشکلات ها چیزای خوب میگیرین، چیزای بد بیرون میکنین از سر راه. چیز منفی دوست ندارین که اصلا ببینیم، حساب کنیم سر او خونسا میکنیم و چیز مثبت میگیریم. این زیاد به زندگی، به همه زندگی ما زیاد مهم است که این ما به کار ببریم. فعلا من از زندگی نرمال که بگم، از زندگی که با بچه ها داشتم یا زندگی کردم، زندگی خیلی خوبی بود، مادر موفقی بودم، ولی فکر میکنم که خداوند برای من یک وظیفه خیلی مهمتر داد، چون به سختی ها زیاد تحمل داشتم. یک سختی زیاد کلان یک وظیفه مهمتر داد که من به افغانستان آوردن. افغانستان که هر گوشی رو میبینم، هر گوشه و کنار که میبینم، خانوما زیاد لازم دارن که ما پشتیبان خانوما باشیم. خانوما
سرپاخ استاد بشن، خانما بجنگن با زندگی، استادگی کنن، زود تسلیم نشن با هر گپه که اولا ما یک خانم هستم نمیشه و تو نیست. نه، ما هم یک انسان هستیم مثل یک مرد، شاید هم بیتر از مردا بتونیم کار کنیم. ما شانسای زیادتر داریم، چون خانوما میگن که 2 کار به یک جا، 3 کار به یک جا ما میتونیم انجام بدیم، مردا نمیتونن. دقیقاً قوت بیشتر نظر به مردا برای انجام وظایف متفاوت مختلف در عین زمان دارن. بله. خانم میتونه یک سیاستمدار خوب باشه، خانم میتونه یک معلم خوب باشه، خانم میتونه یک دکتر خوب باشه، یک وکیل مدافع خوب باشه. اینه مثل دخترایی که ما بزرگ کردم، مثل خانمایی که به اطراف و همزمان یک مادر خوب و یک مسئول باشه و همزمان خانم خوب باشه. بله، همزمان ببینیم یک خانم خوب باید باشیم که بتونیم برسیم خود ما تمیز کنیم، یک خانم خوب خود ما نشان بدین و یک آشپز خوب باشین، یک مادر خوب باشین. ببینیم مردان نمیتونه این رقم باشن. من چیزی که از زندگی برداشت دارم، من نمیفهم چقدر با من موافق هستین که یک زن ممثل یا هنرپیشه نقش اول زندگی است که او میتونه تمام رول که در زندگی برش داده میشه بسیار موفقانه پیش ببره. و ما اگر کوشش بکنیم که اینمی اعتماد به نفس که زنا بیشترین زنا در افغانستان از دست دادن و اینمی به توانایی خود باور ندارن، اگر ما برشان اینمی باوردهی را بکنیم، به این معنی است که برشان بسیار کار کردیم. در این مورد نظر شما چی است؟ شما در افغانستان آمدین کار میکنین، بیشترین خانمایی را که امیال فعال هستن میبینیم که زیاد اعتماد به نفس ندارن، خود وابسته به مردا حساب میکنن، خودشون احساس میکنن که اگر یک مرد یا یک کس پهلوشون نباشه کمبود دارن. در این مورد شما چی فکر میکنین؟ فوق العاده گفتن، گپ خوبه بود، به چیز خوب اشاره کردن. واقعا خانوما باید واقعا که زیاد اعتماد به نفس از اینا زیادتر باشه. منتها یک چیز که من فکر میکنم تا خانوما خودکفا نشن به افغانستان، این توصیه من به همگی هست، به بزرگا، مردای بزرگ و خصوصا به شاور خود من که یک تجار هست، این است که اگر خانوما سرپا استاد نشن، خودکفا نشن، این اعتماد به نفس نمیتونن خوب بگیرن. اعتماد به نفس اول چیزی است که باید ما یک ذره کار کنیم، پول داشته باشن خانوما. هر وقت که یک خانم از نگاه مالی تقویت بسازن، بله، از نگاه مالی یک کم هم که داشته باشه، یک روز 2 ساعت هم که بیرون بره کار کنه، از سرکار خانم بیایه، از نگاه مالی یک ماه 10,000 روپیه هم که پول داشته باشه، او خانم دیگه رقم میتونه استاد شه جلو پدر، جلو شوهر خو، جلو برادر خو، حداقل میتونه درست گپ بزنه، از حقوقی که حقش استفاده کنه. بله، بیشتر از اونه. بله، از مو حق خود بتونه دفاع کنه. این چیز خیلی مهم است. به افغانستان من خواهش کردم از زیادتر تجارا، سیاستمدارا، خودم میخوام که با این چیز زیاد کار کنم. نهادها درست کردم دیگه، خیلی کارهای روی دست دارم. خانمای خوبی هستن مثل خانم چرخی صاحب، مثل خانمای زیادی هستن در دوبر که ما میخوایم کار کنیم سر ازی که خانما بتونم از حق خود دفاع کنم. ولی مردم فهمیدن، زیاد همین مردای حالا که من میبینم زیاد فهمیدن، زیاد کمک میکنم همراه ما. جوانا داریم که همراه ما هماهنگی دارن، کمک میکنن. خصوصا شوهر خودم زیاد دوست داره با این چیز کمک کنم. مثلا بانک ما قرضه میده برای خانما، یک چیزا، یک قدمای هست که برمیدارم. بله، باید قرضه ها باشه، باید کمک ها برای خانما باشه که خانما بتونن سرپاخ استاد بشن. از نگاه اقتصادی برای خودم زیاد مهم است چیز. به این خاطرم دخترام هر 4 تا سرپاخ استاد هستن از نگاه اقتصادی. خب او فرق میکنه. خب دقیقاً به این فکر بکنه آدم که اصلاح اول از خود شروع میکنیم، از خانواده خود شروع میکنیم، میریم به طرف اجتماع. که شما دیگه در اون مرحله رسیدین که حالا میخواین که اجتماع سازی بکنین و مطمئنن که با این دیدگاهی که دارین موفق هم هستین. سوال دیگه ای که من میخواستم از شما بپرسم که این هم میتونه یک جوابش البته میتونه برای زنا یک نمونه مثال باشه. با تمام اینمی مصروفیت هایی که شما در خانه، در فامیل و کارهای بیرون داشتین، در یک 24 ساعتی که شبانه روز میشه چه مقدار وقت را برای خودتان گذاشتین؟ مثلا ورزش کنین، مثلا موسیقی بشنوین، مثلا شعر بخوانین، کارهایی که
خودتان آرام میکنه. بله اگر ای تو نرمال جواب بدم 1 ساعت صبح ما و قزنفر صاحب میریم داخل خانه میدویم ورزش میکنیم یک 20 دقیقه 15 دقیقه یوگا میکنیم. بعد از او دیگه وقت نداریم تا ولی صبح وقت از خواب میخزیم. اول که میخزیم 1 ساعت کتاب میخونیم چون سن زیاد شده چشمام قدر نمیبینه که طرفا شب کتاب بخونه. کتاب میخونیم صبح، بعد از ورزش میکنیم، بعد چای میخوریم، دیگه کار شروع میشه. کار ما فعلا همه بیزنس که نمیکنیم، ما فعلا فقط همون سیاست است که شروع میشه، دید و بازدید و کارهای سیاسی معاون صاحب از ما است جداگانه. باز طرفا شب که میشه ما بیشتر وقت با هم دیگر هستیم. ما معاون صاحب میشینیم، قصه روز ما هست که روز چی رقم بود، ملاقات ها چی رقم بود، اینا با هم دیگر باید متبادله کنیم. تمام ملاقات ها رو با ما میگن و ما از اونا تبادله میکنیم و نظریات هم دیگر میگیریم و باز میشینیم یک کم همو توییتر و فیسبوک وقت برای خود ما هست. یک نیم ساعت و باز کتاب میخونیم. یک ذره کتاب میخونیم. شب زیاد خوب کتاب خونده نمیشه برای معاون صاحب خوب کتاب میخونن دیگه. هیچ شاید روز 2 ساعت 2.5 ساعت بله برای ما. و موزیک هم وقتی گوش میکنیم ما که ورزش میکنیم موزیک هست دمو جریان همزمان دو. بله بله بسیار خوب. و به خونه هستیم غذا میخوریم موزیک گوش میکنیم. یعنی اگه این موضوع که شما امیال قصه گفتین بر من شیرین بود، جالب بود. مطمئنا کسایی که میشنوه این صحبت شما را به نهایت میپسنده و این میشه یک پندی برای اون از خانمایی که میگه خب ما مصروف کار خانه هستم یا مصروف طفلداری هستم یا فرصت نمیشه برم ورزش کنم. به همین خاطر است که با مشکلات صحی مواجه میشن. اینا این خودش میتونه بگوید که با تمام مسئولیتایی که شما دارین از شروعی که ما شما هم صحبت شدیم تا حالا یکسره از مسئولیت‌هایتان گفتین و بالاخره رسیدیم به این که اگر بخوایم میتونیم برای خود فرصت ایجاد بکنیم. طبعا بله باید فرصت برای خود ما داشته باشیم. اگر اعصاب آرام نداشته باشین، اگر تن سالم نداشته باشین، ما چطور میتونیم با یکی دیگه کمک کنیم؟ ما خودم آمادم مثلا با خانوما کمک کنم. اگه خودم مشکل داشته باشم چطور میتونم با خانوما کمک کنم؟ دقیقاً اول باید خودت سر پا باشی، استوار باشی. بله مو فرمودی شما که قبلا گفتین از خانواده شروع میشه، از بدن سالم عقل سالم شروع میشه. کی چیز باید باشه؟ ما اگه خواسته باشم سر خانمای جوانای افغانستان فکر کنم، باید سر بدن سالم خودم اول فکر کنم که یک بدن سالم داشته باشم. ورزش واقعا چیز مهم است. اگه من یک روز ورزش نکنم بعد از ظهر سر درد میشم، حسابم نارم میشه، چون ما زیاد صحبت میکنیم، زیاد ملاقات داریم. باید مغز ما خالی شه، ورزش کنیم. دقیقاً. بیایم سر از این که شما آخرین باره که تمام خانواده به شمول اولادا و شوهرتان اینا یک جای بودین و شما یک غذا پختین کدام وقت بود؟ اوی نگیم که یاد کردم وقت. بله فکر میکنم تمام خانواده خود همراهیم بودیم. دخترام کار میکنم، خیلی سخت بوده. فکر میکنم 3 سال قبل به روز اول سال عیسوی به سویدن بودیم. 3 سال قبل بود. همه با هم یک جا بودین و بله. خب یا به دلیل از اینکه هر کس مسئولیت‌های خودشان دارن؟ بله اما که سویدن هم من رفتم به این مابین، ولی خب فرصت نشد همه یک جا باشین. با 2 تا از دخترها بچه بودم، 2 تا دیگه سرکار بود. باز یکی بود مثلا 100 تا دیگه نبود. باز وقتی که اونا جمع بودم من نبودم. یا مثلا قزنفر صاحب نبود. این چیز شده متاسفانه برای ما. مصروفیت‌ها باعث میشه همچون یک چیزایی. کدام زمان یادتان میاد که دستپخت شوهرتان نخوردین؟ بله این فکر میکنم 5 سال قبل بود. بله همین قابلی ازبکی رو من یاد نداشتم. مهمان داشتیم، برای ما گفته بودن از استکهلم مهمان می آمد. یک دوستی داشتیم گفتن همین قابلی پخته کنین. باز شوهر ما از افغانستان آمده بودن.
باز ما گفتم برای اونا قبولی درست کردن. اونا ازبک هستن. یک خوب قبولی ازبکی درست کردن، ولی از اونجا من یاد گرفتم امور دیگه. باز هفته یک روز من برای بچه ها پخته کردم. در عین زمانی که اونا یک کار کردن که برای خوشحال ساختن شما و میمان، یک کار دیگه کردن که شما را یاد دادن پخته کردن. بله. بسیار عالی. ولی دیگه هیچ چیز یاد ندارم. فقط حداقل غذایی که معروف است. غذای کلتوری خود نه است، اما باید یاد می‌داشتن دیگه. خب بسیار. در موضوع زمانی که طفلا خرد بودن، همچنان مثلا در اون زمان چقدر به شما کمک میکرد شوهرتان در زندگی؟ شوهرم خب کار میکردن، به افغانستان بودن بیشتر وقت، دبی بودن بیشتر. افغانستان اونا سرمایه گذاری دارن، کار میکردن. وقتی خانه باشن همین حالا کم کمک میکنن. وقتی خانه باشن هر کمک میکنن، هیچ مسئله نیست. ما میرم آشپزخانه غذا درست میکنم، اونا هم همراه من پشقابار میچینن، کار میکنن. اما تو که گفتم قبولی درست کردن، میکنن کار. با عنوان یک زنه که سالهای سال با شوهرتان گذاشتن، از دید شما شوهر شما یک مرد واقعی افغان بر خانواده خود، یک مرد که توقع میره که مثلا بر فامیل ازش توقع داره، اولادش، خانمش، همچه یک چیزی بوده یا کدام خلایی هم داشتن؟ اونا همون تو یک مرد بوده. پشترشون نگوییم یک دفعه. قبول کنیم که نه یک خلای ندارن که ما بگم، به خاطر از این که اگه من فیلم های اینا رو بعداً برای شما نشان میدم. شوهر ما سویدن که آمدن، گرس کلیپر ما می که سبزه ها رو درو میکنن، سبزار درو میکنن، از این خریدیم. خود اینا شیشته هستن، تمام زمین ها ما را دور ویلایی که داریم باغبانی میکنن، درخت زدن، تمام عکس ها و فیلم هم هست. برای خانه تکانی کمک میکنن، برای کوچکشی ما کمک کردن. ای تو فکر میکنن میگن ورزش است. ما کسایی داشتیم به شرکت که جوانا می آمدن امرای ما کمک میکردن، اونا هم بودن، ولی قزنفر صاحب خود اینا کمک میکنن دایم. میگه دوست دارم. لباسا ورزشی می پوشیدن، دستکش می پوشیدن دیگه، برف پاک کنی. ما امروز صبح ما و قزنفر صاحب خود خواهرم رفتیم داخل امی اولی ما برفار خود ما پاک کردیم همین امروز صبح. کاش می بدیم که تصویر تو نمیگیریم. جالب بوده. خب همیشه مثلا ما دیدیم کسایی را که انتقاد داشتن، هیچ وقت راضی نمیشن، نه؟ بسیار کسایی سر میخوریم که هر قدر در زندگی خوبی هایی داشته، خوب زندگیش نشب فراز همه چیز داره، گاهی و خوب است گاهی خراب است، ولی کسایی هست که همیشه انتقاد دارن، هیچ زمان راضی نمیشن. و بعضی هم کسایی هست که تعامل میکنن زندگی رو و بهش میسازن، خودشان عیار میکنن. شما از جمله کدام یکی از این هستین؟ ما از جمله از اون هستم که خود مرا عیار کردم با زندگی وفق دادین. بله. آها بسیار خوب. و دائم هم تو فکر میکنم، چون زندگی ما تو مثل یک کوک پایین میریم بالا میاییم. البته از همه مردم افغانستان نشیب و فراز زیاد داره، موج داشته، نشیب و فراز داشته، ولی کوشش کردم که عیار کنم خود من، باید بسازم. نمیشه او تو زندگی نشده. من اگه برای شما بگم بیشترین فشار زندگی سر من همین امروز است، همین حالک است. میتونم بپرسم چرا؟ فشار تمام افغانستان سر ما است. اگر من خواسته باشم چند کلمه دیگه بگم شاید زیاد گریه کنم، به خاطر که فشار افغانستان مشکلات زیاد است، مسئولیت سر ما زیاد است. خب این احساس و درک خود شما است که مسئولیت خودتان میدانین و دقیقاً اگر هر افغان امی حس داشته باشه مطمئناً که به یک جایی هم میرسیم. خب امیدوار هستم همچی یک شبه. بله. خب به جایی که اگر من بگم که من ایتو یک هدف داشته باشم که یک وقت جوانتر بودم، زیاد موتر دوست داشتم. او روز من برام گفتم خب موتر دوانی کردم، مثلا خونه دوست داشتم، چندین خانه برای من خریدن یا خودم خریدم، به چندین جاها داریم ما همه چیزایی که دوست داشتم با اونا رسیدم. کار کردم، زحمت کشیدم، یا که شوهرم کمک کرد.
چیزایی که من نمیتونستم اونا کمک کرد. خب زندگی مشترک همی زندگی است، مشترک است. بله من کمک های زیادی با شوهرم کردم. من به جای اونا رسوندم. امی که شما 5 فرزند تحصیل یافته برش بزرگ کردین، در وقتی که اونا مصروف بودن همیشه در سفر بودن و مسئولیت برداشتین، گپ خورده نیست؟ بله تمام چیزای زندگی ما با همدیگر کمک های کردیم. منتها همه چیز موفقانه نیست. دقیقاً همیشه باید منتظر کامیابی نباشیم. بله باید پلان آ و ب و س داشته باشیم. بله که دائم شکر خوب بوده. من فکر میکنم اما پلان س هم اگه بوده، اگه پلان ما هیچ خونسام شده موفقانه بوده، چون کوشش کردن. بسیار خوب. خود شما یک شخص انتقاد پذیر هستین؟ بله بله هستین. بله او بیشتر از اطرافم بپرسه، ولی من فکر میکنم بله ها. انتقاد خوب است. اصلاح میکنه. اصلاح میکنه و که من تا کسی مثلا من دوست نداشته باشم برای از اون انتقاد نمیکنم. به دوست خود انتقاد میکنم که او اصلاح بشه. از کسی که توقع دارین بهتر شوه. بله توقع دارم بهتر بشه. میگم مثلا شاید شما به من بگین امیر روسری خود درست کن بشین، توقع دارین که این چیز باشه، چیز خوب باشه. مثل یک خانم برای من بگین که این گپ پر شما اگر میرین به فلانه جا نزنه. خب شما میخواین اصلاح کنین. من در نتیجه انتقاد پذیری چیز خوبی است، اصلاح میشه. در مجموع زندگی مشترک و زندگی کاریتان، زندگی خانوادگیتان و زندگی اجتماعیتان، اگر خود شما قاضی شوین و از 10 براتان نمره بتین، چند نمره به خود میتین؟ ما اولا 10 میدم برای خود. بسیار خوب. با اینمی هست اعتماد به نفسی که ما پشتش هستیم. بله بسیار خوب. فکر میکنم زیاد موفق بودم به زندگی من. در صورتی که نشیب و فراز زیاد داشته ولی موفقانه پیش رفت. در تمام زندگی او زمانی که یک چیز شما را بی‌نهایت خوشحال ساخته چی بوده؟ بی‌نهایت وقتی که ما از دبی میرفتیم سویدن، هر دو دخترم به میدان هوایی که رسیدیم چیه باز کردن، میلاخو باز کردن، خبر آمده بود که یکی به وکالت قبول شده، یکی به دکتری که دکتر بشه. بزرگترین ثمره است که آدم از زحمات خود میگیره. مثل از که یک نهال را میشونید از زمین و او را کشت میکنی، یک زمان میرسه که حاصلش میگیره. بله همون تو آمدن پیش ما، همون تو وحشت زده آمدن که مادر قبول شدیم. به چی قبول شدین؟ به ما اولی که زده بودیم. خب یک انتخاب اول هیچ وقت از یادم نمیره. دیگه من گریه شروع کردم. اونا میگه چرا گریه میکنی؟ از خوشی گریه میکرد. بله این خوشی بود که من فکر کردم یک مادر موفق هستم. دقیقاً هستین امی رقم. و او چیزی که در زندگی یک بار شما را به حد ناراحت ساخته که ناخودآگاه اشکتان آمده باشه چی است؟ یعنی خب این خود زیاد است زندگی یادم یک بار ولی همون ناراحت ترینه که در زندگی پیش آمده باشه چی بوده؟ اگه من از این نزدیکا بگم، امی وقت کامپاینا بود مزار رفته بودیم. من رفتم بازار، بچه هم گاردام و اینا هم از همراه من بودن. یک سگ بود، این پای شکسته بود، خیلی دیدم که ناآرام، خیلی وضع خراب بود. بهم داخل کوچه افتاده بودم اونجا. من از وضع روی ازی فهمیدم، من سگار زیاد دوست دارم، از وضع روی ازی فهمیدم که این خیلی ناراحته. پیش رفتم، بچه ها جلوی من گرفتن، گفتن نرو که این سگ مشکل داره، این زخمی شده، کرم هست، این چی میکنه مکروبی است اینا. گفتم نه. من رفتم نزدیک، دست کشیدم سر از زیر، دیدم روی خود دور داد از طرف من. روی خود دور داد. بچه ها گفتم که اونجا یک رستوران بود، خیلی ناراحت میشم یادم میاد. بچه ها گفتم که چی بیارین، یک کم گوشت بیارین. 2 تا پا مرغ آوردن برای ازی، داخل یک چیز گذاشتم نخورد، رو خورده داد، ناراحت بود دیگه. واقعا گریه کردم اونجا. گفتم چی شده ایر؟ چرا یک سگه که او تو چی باشه؟ گفتن جوجه از ایر بردن، گم کردن، از پیش از گم شده. بعد ایر زخمی کردن انداختن اینجا. من شیشتم گریه کردم واقعا دیگه هیچ نتونستم. داخلم بازار بود و گاردا و همه دردو برم بودن.
همونجا گریه کردم و آمدم خونه. ولی از او هم کرده ناراحت بیشتر شدم که این گوشتر که مر ندید کورم بودی. این گوشتر که گذاشتم که چی کرد باز این مثل که به جوجاق قایم میکرد. نمیخورد. واقعا احساس مادری یک زنده جان. بله. او احساس داشت. باز ما که رفتیم اما قضار خورد هیچ از یادم نمیره. ما بیشتر به حیوانات دلم میسوز از ولی متاسفانه بگوییم که بعض وقتا ما انسان ها به حد ظالم تر میشیم که بسیار ترجیح داره اونمو احساسی که اونمو حیوان در مقابل یک حیوان دیگه داره. خب امیدوار هستم که با همچون یک احساس منفی گاهی دیگه سر نخورین و همه انشالله که خوب و خوش باشن. صحبت های بسیار خوب و شیرین داشتین که من مطمئن هستم این صحبت هایتان برای خانوادهایی که بیرون از افغانستان با اولادانشان زندگی میکنن جالبتر است و همچنان برای کسایی که در داخل افغانستان است برای امیدوار شدنشان، برای بلند رفتن اعتماد به نفسشان، برای اینکه یک الگو باشه برای او دختر خانمی که 16 ساله ازدواج میکنه و بالاخره تبدیل میشه به یک زن موفقی که تانسته مثلا مادر 5 فرزند تحصیل یافته باشه. واقعا که جای افتخار است. موفقیتتون بیشتر آرزو میکنم. تشکر، سلامت باشین. از شما تشکر میکنم که زحمت کشیده تا اینجا آمدین. شما هم نام خدا خانم موفق هستین. معلوم میشه که زیاد خدمت کردین به جامعه و موفق هستین. تشکر. خوشحال شدم. سلامت باشین. یک دنیا تشکر. خدا شما. سلامت باشین. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.